خب سوال سوم، یه توی عضله روبرو به زاویه ABC از مثلث ABC که داخل اینجا کشیده شده قرار داشته باشیم، با فرمول اثبات کنید که فرمولی که داده شده بهتون توی داخل اینجا A2 به روی 2 تا کوتانژانت بتا 2 ضرب داره پرانتز کوتانژانت بتا به اضافه کوتانژانت C و به این صورت مساوی 60 که همون پی سوم به رادیان میشه. خب به رادیان اگه بخوای حساب کنی، خب من میتونم اگه ب رو تتا در نظر بگیرم که نمیدونم چیه و سی رو مساوی میشه با 2 پی سوم منهای تتا. و خب در این صورت اگه من آ مساوی با 20 که در این سوال قرار داشت رو داخل این فرمول قرار بدم، میشود با 200 به روی کوتانژانت تتا به اضافه کوتانژانت 2 پی سوم منهای تتا. و حالا برای اینکه بخوایم اینو چیز کنیم به تعریف شده، با اینکه بخوایم ازش مشتق بگیریم که بتونیم ازش نقاط بحرانیش رو به دست بیاریم، شما ابتدا باید چیکار کنیم؟ باید بگین که این مثلا مشتق پذیر هست نیست، چه جوریه. خب برای اینکه بخوایم بفهمیم که مشتق پذیر هست نیست، خب میگیم که آقا توی تتا که بین 0 تا 2 پی سوم با میتونه فقط باشه و از این بیشتر نمیتونه باشه، هم تعریف شده است و هم مشتق پذیره. چرا؟ چون بخاطر اینکه هم این اجزای فرمول کوتانژانت تتا و کوتانژانت 2 پی سوم منهای تتا هر دوتاشون مشتق پذیر و هستن. حالا تو این بازه باید اثبات کنیم صفر هم نمیشون. حالا چجوری اثبات میکنیم صفر نمیشون؟ خب من میگم من فرض میکنم صفر میشون. خب میگم که کوتانژانت تتا مساوی میشه با منهای کوتانژانت تتا مساوی میشه با کوتانژانت 2 پی سوم منهای تتا. من گفتم مساوی صفر بشه دیگه. خب اگر این اتفاق بیفته، خب چه زمانی کوتانژانت تتا در میاد؟ کوتانژانت تتا میتونیم به این صورت که یه پیتا ببریم جلو، این یعنی به این صورت میتونیم نوشیم کوتانژانت پی منهای تتا و حالا با اون و میفهمیم که پی منهای تتا مساوی با کا پی به اضافه 2 پی سوم منهای تتا که هیچ وقت این دوتا با هم عبارت برابر نیستن. پس در اثبات میتونم مشتق هم گرفت. خب حالا از این موضوع میتونیم مشتق بگیریم. اگه بخوایم بتونیم مشتق بگیریم، شما میاین مشتق رو از این عبارت استتا رو استتا پریم رو میتونیم بگیریم که میشه که از خب این ورش که صفر میشه بخواد 200 چیز کنی و این ورش که میشه دقیقا هم حالت کسر مشتق گرفتن از یک کسر دبیرستان که میشه منفی 200 ضرب در این کوتانژانت تتا اگه ازش بگیری که میشه همون منفی 1 به روی سینوس 2 تتا به اضافه چون این منفی تتا داره به خودش تو خودش با ضرب شده، یعنی این به این صورت هستش منفی 1 به روی سینوس 2 پی سوم تتا و اینم به روی کوتانژانت تتا به اضافه کوتانژانت 2 پی سوم منهای تتا به توان 2 و حالا منفی 200 این موضوع کار درست میشه. این رو میتونیم توش ضرب کنیم و کار در بیاد. خب حالا برای اینکه بخوایم ماکسیموم این موضوع رو به دست بیاریم، نقاط بحرانیش رو پس به دست میاریم. مثلا میگیم که استتا مساوی با 0 بشه، استتا پریم مساوی بشه با 0 که یعنی خب این که هیچی، یعنی این عبارت صورت مساوی با 0 بشه. چه زمانی منفی 1 به روی اس سینوس 2 تتا، من سینوس روی اس می‌نویسم، به اضافه 1 به روی اس 2 پی سوم منهای تتا مساوی با 0 میشه. زمانی که یعنی سینوس 2 تتا مساوی باشه با سینوس 2 پی سوم منهای تتا. خب چون هر دو طرف بازه توی 0 تا پی هستن،
یعنی 2 پی سوم منهای تتا و تتا هر دوشون توی 0 تا پی هستن، سینوس هر دو تا زاویه هم پس با هم دیگه مثبته. پس بنابراین میتونیم ازشون چیز بگیریم، رادیکال بگیریم بدون که مثبت منفی بتونیم بخوایم بذاریم. پس میشه با سینوس تتا مساویه با سینوس 2 پی سوم منهای تتا. پس با این صورت یا تتا مساویه با 2 پی سوم منهای تتا، یا میتونیم یه پی تا بریم جلوتر بگیم تتا مساوی تتا یا اینه، یا میتونیم بگیم که تتا به اضافه 2 پی سوم منهای تتا مساویه با پیه. خب این حالت که امکان نداره چون تتا ها با هم دیگه میرن و 2 پی سوم که اینجا مساوی با پی نمیشه و تتا مساویه با 2 پی سوم منهای تتا. خب لذا با این موضوع میتونیم بفهمیم که تتا اگه مساوی با 2 پی سوم باشه، تتا مساوی میشه با پی سوم و خودمون در میاد. خب الان تی پی سوم رو داخل فرمول اگر بذاریم، خب نقاط بحرانیش رو میتونیم به دست بیاریم که ببینیم به چه صورت هستش. خب میایم توی حالا یه صفحه دیگه اینو اجرا کنیم ادامهش. خب میگیم که الان اگر S مساوی با پی سوم باشه به چه صورت میشه؟ S مساوی با پی سوم باشه میشه 200 به روی رادیکال 3 سوم به اضافه رادیکال 3 سوم مساوی با 100 رادیکال 3. این همون فرمول استتا از روی همون استتا که مساوی بود با 200 به روی کوتانژانت تتا به اضافه کوتانژانت 2 پی سوم منهای تتا بود، از اونجا به دست اومده. خب حالا شما داخل این موضوع میگی که لیمیت، چرا لیمیت تتا به سمت 0 اگر بره کوتانژانت تتا، یعنی از پی سوم به این ورش و این ور هم بره کوتانژانت تتا به اضافه کوتانژانت 2 پی سوم منهای تتا، هر دوتاشون این مساوی میشه با مثبت بی‌نهایت اگر این به این صورت بره و اگر لیمیت تتا به سمت 2 پی سوم حالا به سمت منفی دونش بره، این مثبتش لیمیتش به این صورت باشه، همین دوباره همین عبارت، این هم دوباره با مثبت بی‌نهایت میره. خب پس داریم که این لیمیت ها به این صورت میرن جلو و پس مقدار ماکسیموم این تابع با اینکه دو سر بازده رو هم محاسبه کردیم، دو سر بازده که اگر 2 پی سوم منفی باشه و 0 مثبت باشه، چون این هر دوشون به سمت مثبت بی‌نهایت میرن، پس اینا همشون دارن به 0 میل میکنن. یعنی دو سر بازده که ما الان اینجا داریم از 0 تا خود 2 پی سوم هست، هر دوشون به سمت 0 میل میکنن، یعنی نمودار به این صورت به همشون به 0 میل میکنن. پس ماکسیموم تابعی که الان تو نقاط بحرانی وجود داره پس همون 100 رادیکال 3 هستش که در زمانی که تتا مساوی باشه با پی سوم، که این صورت میتونیم با همین اثبات این دوتا برای این که بتونیم با سر بازده رو مشخص کنیم که آیا این ماکسیموم هست، آیا چک کنیم هست یا نه که این ماکسیموم بود، و به این صورت این سوال حل میشه و موفق باشید. خب به سوال 4 رسیدیم. این قسمت الفش میگه عدد حقیقی دلتا اگه مخالف با 0 باشه ثابت کنید که اگه
یه پی ایکسی داشته باشیم به این صورت که پی ایکس مساوی با آی المنت ایکس آن تا ایکس ان باشه به اضافه تا خود آی یک به ایکس به اضافه آصف. یک چند جمله از درجه n اگه بزرگتر مساوی با 2 باشه داریم به این صورت که کیو ایکسی وجود داره که اینطوری میتونم نوشتش که کیو ایکس از درجه 2 n من های 2. اثبات کنیم چجوری از n من های 2. خب به جای کیو ایکس قسمت پی و پیاش رو شما میتونید خود یعنی عدد رو بذاریم. خب اگر برای این موضوع این اتفاق انجام بدیم اتفاقی که میفته اینه که تا اینجا خب میذاریم و الان به این جایگذاری کنیم به این نقطه میرسیم. خب از اینجا به بعدش شما میای اینجا و شروع میکنید به اینکه این رو بست بدی دوباره به این صورت. به این صورت بست بدی که میگی که آقا x به اضافه دلتا به توان n به اضافه x منهای دلتا به توان n منهای 2x به توان n 2x به توان n که خب برای این موضوع میتونیم اینطوری نوشته میشه طبق چند جمله برای نیوتن میتونیم بنویسیم آقا این x nی که ما الان داریم خب اینجا که این به توان x n میشه این هم دوباره x n پس 1 به اضافه 1 این الان اینجا خود x n منهای 2 و منهای 2 x n ها پس کلا مساوی میشه با 0. حالا x n منهای 1 x n منهای 1 چی جوریه؟ x n منهای 1 انتخاب 1 از n میشه یعنی توی n منهای 1 هاش یکیشو انتخاب میکنیم ضریب تتاش و برای اون یکی هم با یه دونه تتا برای اون یکی هم برای این هم چون یه دونه تتا انتخاب شده منفیه پس میشه n یک به انتخاب 1 از n و تتا که این هم بازم مساوی با 0 و به اضافه x به توان n منهای 2 اگر همونو دوباره بستش بدیم میشه انتخاب 2 از n به تتا 2 دیگه یعنی چون از این یه واحد کم شده 2 واحد از این کم شده 2 واحد به این اضافه میشه و به اضافه انتخاب 2 از n و تتا 2 و به اضافه درجات پایین‌تر. حالا این چجوریه؟ بس نیوتن اگر یادتون نمیاد به این صورته که آقا ما گفتیم که اگه مثلا یه آی به اضافه یه بی باشد به توان نی من میتونم مثلا ذرایع به آن منهای 1 به و آن منهای 2 به 2 رو به دست بیارم به این صورت که مثلا این میمونه که یه انتخاب 0 از n باشه که من هیچ بی رو انتخاب نکرده باشم مثلا یه عالم آی به اضافه ب داریم تا یه عالم و اینجا هم انتخاب 1 از n میتونه باشه و اینجا هم انتخاب 2 از n که دقیقا همانگار داریم 2 رو داریم انتخاب میکنیم که کدوم یکی با اون ضرب بشه. حالا پس با ساده کردن این فرم حالا بالا به این صورت میتونیم بنویسیمش. بریم صفحه بعدی. میتونیم به این صورت بنویسیم که الان همین x به اضافه تتا n به اضافه x منهای n تتا توان n منهای 2 x n مساویه با x n منهای 2 ضرب در n در n منهای 1 به تتا 2 به اضافه دو جملات پایین تر. به همین ترتیب هم برای قسمت یعنی بعدی سوال یعنی قسمت دومش به دست میاد. یعنی شما اگر x به اضافه تتا به n منهای 1 باشه بذاری به اضافه x منهای
تتا به n منهای 1 رو و منهای 2x n منهای 1. دقیقا همون حالت بس رو شما بدی x n منهای 1 ضرایبش یکی 1 که خود اینه، یکی هم به اضافه دوباره 1 خود اینه و دوباره منهای 2، این دوباره صفر میشه و x n منهای 2 هم توی اینجا اگر بذاری به اضافه x n منهای 2 داخل اینجا میشه n منهای 1 به 1 n منهای 1 انتخاب 1 از n منهای 1 برای تتا منهای انتخاب 1 از n منهای 1 برای تتا و این هم دوباره صفر میشه و دوباره همین این رو میشه نوشتش که پس از x منهای n منهای 2 نیستش، پس جملات پایین تر و خود x به اضافه تتا n منهای 2 اگر n منهای 2 یه دونه دوباره بیام پایین تر به اضافه این جدا بنویسم که قابل فهم تر باشه x به اضافه تتا به توان n منهای 2 به اضافه x منهای تتا به توان n منهای 2 به منهای 2 به توان x n منهای 2 که این هم دوباره میتونیم مساوی میشه با یعنی ضریب این n منهای 2 میشه با 1 به اضافه 1 منهای 2 یعنی اینو و این خود منهای 2 x n که به اضافه در حال درجات پایین تر که پس x n همینجا صفره. پس با کلا جمع کردن همه درجات و این حرفا بابت این موضوع متوجه میشیم که x n و x n منهای 1 تو همه موضوعا وجود نداره و همیشه برابر صفر میشه ضریبش و توی n بزرگتر مساوی با 2 q x به این نتیجه میرسه اگر ما همه اینها رو با هم دیگه جمع کنیم با صفحه قبلی رو مساوی میشه با n در n منهای 1 تتا 2 x n منهای 2 به اضافه حالا درجات پایین تر. این هم پایان سوال قسمت الف 4 قسمت الف سوال 4. خب سوال 4 قسمت ب داره میگه که فرض شود یه f r به rی داریم کتاب پیوسته هم هستش و میدونیم که اعداد حقیقی تتا ب وجود دارن که تتا مخالف صفره و این چیز رو داریم اینکه دو تا f b مساوی است با f b به اضافه b مساوی است با f b منهای تتا. ثابت کنین اگر a مساوی با این باشه و c مساوی با b به اضافه تتا باشه یه نقطه‌ای b مساوی است با b f b وجود داره تعریف می شود که نقطه b وجود داره وسط پاره خط متصل کننده a و b c میتونن باشن. خب اگر ما بیایم وقتی نقطه پازداری همون حالت تنس تحلیلی طور اگه بخوایم بهش نگاه کنیم خب مؤلفه اگر خب الان تتا مخالفه با صفر و الان هم خب ب رو هم که داریم خب الان آ که مساویه با ب منهای تتا و اف ب منهای تتا و ب سه هم یکم صورت سوال سخت چیز توضیح ولی کلا چیز ساده ایه اینکه سه هم مساویه با ب به اضافه تتا و اف ب به اضافه تتا و خب اگه من میخوام این وسط میانگین گرفتن از دو مؤلفه بگم خب وسطش رو به دست میارم دیگه. پس اگه من میخوام از آ و س میانگین بگیرم پس به این صورت میشه نوشتش که یه نقطه وجود داره که از جمع دو نقطه که میانگینشون به این صورت میشه نوشت یعنی ب منهای تتا به اضافه این و این و ب به اضافه تتا این و این دوباره و این و f ب منهای تتا به اضافه f ب به اضافه تتا. خب مؤلفه اول که این مساوی میشه با ب و مؤلفه دوم هم گفته بودیم طبق معادله اینجا که داشتیم طبق فرضی که اینجا داشتیم این مساوی میشه با دو تا f
تقسیم بر 2 بزنی که همون اف ب دوباره بده میشه اف ب. پس میانگین اون دوتا مساوی میشه با ب و اف ب. اف ب کوچیک اف ب که خب این دقیقاً همین مساوی با ب بود که یعنی ب وجود داره، یه نقطه وجود داره که به این صورت که نقطه وسط پاره خط متصل کننده آ و س باشد. این از سوال 4 قسمت ب.